اگه کشک بادمجون درست نمی‌کنی به خاطر اینکه زیاد روغن میبره، امروز با هم همراه باش چون میخوام یه کشک بادمجون کم روغن بهت یاد بدم. بی نهایت هم خوشمزه میشه. سعی کنید از بادمجونای قلمی و بدون دونه استفاده کنید که تلخی زیادی هم نداشته باشن. کلاهک اونا رو جدا کنید، پوست بگیرید و این مدلی برش بزنید. اصلا احتیاجی نیست که اونا رو سرخ بکنیم. داخل یه دونه قابلمه یا تابه کمی روغن بریزید و بادمجونا رو به روغن اضافه کنید. با یه کمی زردچوبه فقط تفتشون بدید. یه کمی که بادمجونا تغییر رنگ دادن و این مدلی شدن کافیه. حالا یه استکان آب جوش بهش اضافه کنید، درش رو بذارید و بذارید حدوداً نیم ساعت بمونه. بعد از گذشت نیم ساعت کاملا پخته میشن و به این شکل در میان. حالا میتونید با پشت قاشق یا گوشتکوب معمولی یا گوشتکوب برقی کمی لهشون کنید. 2 تا پیاز بزرگ و 4-5 حب سیر رو سرخ کنید. زردچوبه، فلفل، نمک، کمی نعنا و گردوی آسیاب شده اضافه کنید. حالا این ترکیب رو به بادمجونا اضافه میکنیم. حدوداً 1 استکان کشک رقیق شده هم میریزیم. من از کشک پاستوریزه استفاده کردم. هم میزنیم و حدود 10 دقیقه با در بسته بهش زمان میدیم تا مزه ها به خورد هم برن. بعدش کشک بادمجون خوشمزه و کم روغن ما آماده است. اصلا فکر نکنید چون بادمجونا سرخ نشدن شاید طعم خوبی نداشته باشن. این کشک بادمجون فوق‌العاده مجلسی و خوشمزه است. یه بار درستش کنید اهل خونه عاشقش میشن. من نسترنم. اگه هنوز پیجمو نداری حتما فالو کن. مرسی.